مذاکرات مقامات بلندپایه تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با مناقشه در مرز دو کشور به انجام رسید و موافقه حاصل شده در یک پروتکل مشترک ثبت شد. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان و همتای قرقیز او جنیش رزاقوف در خط مرز بین دههای خواجه‌الوی تاجیکستان و اقصای قرقیزستان یک نشست خبری دایر کردند. طبق موافقه دو جانبه قرار شد که جانب قرقیزستان به بنیاد قطعه راه ماجرا برانگیز بادکند اقصای تمدیق ادامه می‌دهد و برابر با این به ساکنان تاجیکستان اجازه می‌شود که در 2 کیلومتری جنوبتر این قلمرو در قطعه راه واروخ سامانیان اسفره راه خود را بسازند. مقامات هر دو کشور در پایان نشست خبری هر دو جانب بخصوص ساکنان دهاتی نزد مرزی را به آرامش و ثبات دعوت کرده گفتند که باید تمام تلاش به خرج داده شود تا دیگر چنین حادثه ها تکرار نگردند. معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و رئیس کمیسیون علامتگذاری مرز عظیم ابراهیم بعد انجام مذاکرات و امضای پروتکل در صحبت کوتاهش با نمایندگان مطبوعات گفت که موضوع مرز یک مسئله حساس است. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که به خاطر راه ندادن به اطلاع اشتباهی تصمیم مقامات در دوام 5 روزه مذاکرات این شد که درباره جریان صحبت ها با مطبوعات صحبت نشود. او گفت دو مردی که کشته شدند عائله داشتند و بعد سر آنها 3 فرزند هر عائله بی پدر ماند. بعد از آنها سپارش دادیم که حتما گناهکاران پیدا و مجازات شوند. این خیلی مهم است. معاون اول نخست وزیر قرقیزستان جنیش رزاقوف در صحبت با خبرنگاران گفت که توافق‌های حاصل شده مطابق با منفعت‌های هر دو جانب هم تاجیکستان و هم قرقیزستان حاصل شده است. رزاقوف گفت که هر دو جانب هم این را درک می‌کنند که باید برای حل مشکل مردم و هم فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی باید تصمیم‌های سازنده گرفته شود تا که به گفته او چنین نزاع‌ها دیگر هیچگاه تکرار نگردند.